وقتی که ما در صنف انگلیسی رفتم شاگردا آمدن پیش ما که استاد فلان استاد آمده از امریکا و بر ما عقیده برام عقیده نصرانیت بر ما درس میده و اینی سواله میکنه و اینی سواله میکنه و اینی سواله میکنه. استاد آیا عیسی علیه السلام بچه خدا بود؟ خدا چند تا بچه داشت؟ محصل پوانتون پرسان میکنه از کجا پیدا کردیره؟ والا فلانی استاد به انگلیسی بر ما میگه که Jesus Christ son of God بچه خداوند است، سیر خداوند روان کرده به خاطر از اینکه چطور شما را نجات بده و شما ملعون بودین و چطور بود شما بده. بعد از اون ما خیستیم کتاب نوشته کردیم 50 دلیل رد نصرانیت، بازی را کارخانگی دادیم برای محصلین دیپارتمنت انگلیسی که یا این دلایل حفظ بکنن و باز دیگر از که استاد بیاین یا خیستن در مقابل استاد شدن که استاد چی بکنیم؟ گفتن خب او خدای پدری که تو میگی که بچه خدا روان کرد این بچه‌شو خوب آدم شد، این پدری که بچه خدا برد دست دشمنا داد که تکه کنن که میخ در کلش بزنن این ظالم نشد. باز بعد از این استاد امریکایی گفت این چقدر دلایل از کجا پیدا کردین؟ باز گفت که I don't want to talk about religion. من صرف وام رفته بودم ششم کتشان گفت من نمیخوایم درباره ریلیژن گپ بزنم. من دست خدا بالا کردم گفتم we want to talk about religion. ما میخوایم درباره دین گپ بزنیم. گفت چرا؟ گفتیم تو از امریکا اومدی ما رو در دوزخ میبری، ما تو را در لش میبریم در جنت، بیاکت ما جنت برو.